چی شد؟ تمام حل کردیم گویه می شود. به کار می آید؟ می آید شما خاطر نشوید چون این کار را هم حل کردیم. اکنون باید ما مسجد رو. نمی روید. چی خیر؟ مرا تنها می گذارید؟ یکی رسم من قیهو برآمده باشد پلیس دستگیر کرده دستانم رو بسته برد. از برای خدا دیگر واهم نکنید خانم، لطفاً به من باور کنید. چون بس این چیزی گفته نمیتوانم، یگانه شخصی که دردم را گفته میتوانم تو هستی. نمیروی. خدا توبه باشکارا نمیگذارد که من به مسجد روم. ای سلین، کاش که تو نمی اومدی. نه نمی شود. برای لوین بسیار خواطر هستم. انا بر اومدم. اکای اون موضوع پیگیرش کنی. نه گفتی خوب شد. من هم همین خیل کردنی بدم. تشکری زیاده. سلامت باشید آقا. به خدا که آفرین. شما چقدر خوب کودکان را جسور کردید. من در اصل از سوزاندارو نمیترسم. معلوم است معلوم. از سبب پس شدن فشارم از هوش رفتنم ممکن است. خیلی التماسه. من از سوزاندارو میترسم. اما پرسید که چرا میترسم؟ چرا؟ هنگام خود بودنم در صفمون یک کودک با نام فردوس بود. این فردوس از هممون با قوت بود. در گشتیم همه ما رو مغلوب میکرد. یک روز باید از ام میگذاشتیم فردوس باشد. از همه پیش بر اومده گفتیم من اول ام میگذارم. از همه با قوتم اون فردوس است. خیرش هم این که چون فردوس از سوزاندارو بدنش درد گرفت چنان گریخت که بعد من فکر کردم که فردوس اینقدر با قوت از سوزاندارو اینقدر ترسد و تنش درد کند که میدوند از آن من چقدر درد میکند. از همون روز من میترسم. اما اکنون شما یک آدمی بزرگ شده اید. خانم بیتول، حالا هم از من رنجور استید؟ چرا خاموشید؟ یا اینکه مگر از دامولو زیادرو نگریزید؟ من نمیفهمم. یعنی شما برای یک دختر چرا از دامولو مسجد گریزید؟ آقای سمی، من از یکو کس نمیگریزم. علاوه بر این دامولو زیادرو این خیل پس زده در بارش گپ نزنید لطفا. شما مرا خطا فهمیدید. تمام. لطفا اکنون بیروید. خواهش میکنم. کسی مرحمت. تشکری زیاد. این دامولو چی قدر دارده؟ از این طرف بیا. بازی نکن. من سرکمیسرونال با جای حادثه گروه فرستید. فهمیدید؟ چی شده؟ این قرباقه تمام گفت؟ اکا چی خیلی که تو گفته بودی قوای برق رو پیوست کردم. اول مانند مرغ گردن بریده این خیلی جنبید. بعد کمتر از حرکت من شد. بعد چیکار کردم که شاک شدم و بعد آزیستا با قوای برق عادت کرد. تو چی میگی؟ لوین چی شد؟ این چور چشم رو کشتی مگر؟ مرا گوش کن. تو بر سر من چه بلایی را آوردی؟ های ابله مگر پلیس را کشتی؟ قاتلی نابکار هم این دنیا و هم آخرتم را سوزاندی.
چون را کشتی من هم تو را میکشم کلمات را عرضه کن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله سلام خدایا هزاران بار به تو شکر میگویم سلام دعوت را گیر حالا هم سلین گفته ایستاده است ای ابلا مگر تو به قدری در کاری خوبای برق پیوست نکردی؟ کنها من کمیسرونا اطرافت رو احاطه کرده ما میدونیم که لوین در همانجاست تسلیم شد باز همینش نمیرسید کنها این آخرین آگاهیم به تو است باز یکم دیوانگی نکن لوین رو آزاد کن تسلیم شد دیوانه رو دیوانگی نکن گفتی ایستاده اکا با زاد و خورد گذاریم ها؟ چکم زد و خورد سلاحتان را اندازید مگر با پلی زد و خورد میکنن رفته تسلیم میشویم سلین این قرباقه حالا هم سلین میگوید حالا هم سلین میگوید سلین من تو رو دوست میدارم من هم سلین را دوست میدارم من هم سلین دوست میدارم چرا من نمون تو ها در هر جایی نگاه کردم من هم او را میبینم چرا تو را میخواهد و مرا نمیخواهد مرا از سبب معیوب بودنم نمیخواهد برای هم که من میرنگم یا خدای هم آن کلتک کلاس بیشرف برای مرا در این حال گذاشتنش باشد آی کلتک کلاس آی کلتک کلاس دنیایم رو تیره کردی دنیایم رو تیره کردی تو را دستگیر کرده بدار میکشمت هی کلی پیش درآید رفتیم تسلیم میشویم میرویم مالش من میروم تو باز دید چه خیلی ایست خانم زهرا شما کجا میآیید روید من با مسجد میروم من چه کار کنم کلتکیلاس من بسیار میترسم این خیلی نکنید در همه جا کلتکیلاس نگوید من دوملا جیو هستم چه کار کنم آمیخته کردم در وقتی تنهایی کلتکیلاس هستی در خانه و در مسجد دوملا زیاد هستی در حقیقت باشه احمد هستی مگر یگان نام دیگر نداری که من ندارم زوغیسیز من تو رو دوست میدارم اگر یگان نام دیگر باشه دانیسم میخواهم نه نیست خانم زهرا همین قدر است کمی افا ایستی افا دستانتان رو برداره دستا بالای سر اینها را گیره زود باشه یک دقیقه ایستید کمیسر بخیر است لوین در داخل است ها در اینجاست در اینجا او را مهمانداری کرده قدر صحبت کرده برای چی تو اینقدر آدمی پستی نمیشدنی هستی ها؟ خانم سیرین اما لطفاً مگر این سخنان با شما زیبنده است این خیل نکنید روزی می شود که از این گفته هایتان پشیمان می شوید لطفاً دل مرا رنجان می داخل تو رو هم دلت رو هم لوین آنها را با ماشین سوار کنید بله با این ماشین می رفته کنها زود سوارشان میگویم ای برادر ایستاد و رفته ایستادم من با مسجد میروم اکنون در اینجا جدا میشویم ای جون گویا که من بسیار میخواهم که با تو گشت گذار کنم میترسم گفته ایستادم نمیفهمی مگر من از برای اونی که از نه اونم از روی رسم مرا میشناسد گفته بسیار ترسیده ایستادم من میگویم که ترسیدنتون لازم نیست من مسئله رسمتون رو حل کردم شما به کارخانه روید نه به آفیس نروید چرا انا حالا عصبهایتان در جایش نیست یعنی سیلین در حال میفهمد معلوم است که شما از پیش خودتان میگویید چرا گویم آخر سفسطه نگو مگر من دیوانه هستم خیر مالش خوبه شما به خریداری روید یا چی دانم به کاشانه حسن روید یا سرتون رو آرایش دهید تو خودت به کاشانه حسن رو من به مسجد میروم چه خیلی کاشانه حسن کاری من چی لوین خوب هستی؟ لوین با تو چی کردن؟ لوین خوب هستی؟
ягон дард надорӣ? хуб ҳастӣ? селен این شماید. خدای من مگر خواب است. اگر این خواب باشد 5 دقیقه دیگر بیدار شدن نمیخوام. التجا میکنم 5 دقیقه دیگر. لوین خواب ندیده ایستاده من در همین جویم. خانم سلن ور گپ زده ایستاده است اما من چیزی را نمیفهمم. خدایا او چی گفته ایستاده است؟ لوین در این جویم میگویم نمیفهمی مرا نمیشنوی. یگون درد نداری گرسنه نیستی خلوب نخورده ایستاده ای. خانم سلن داخلا در خوابم ور گپ نزن ایستا یک چهره زیبایت را ببینم. یعنی ور گپ زده ایستادم؟ خانم سلن یک دقیقه در حقیقت شما بودید. در حقیقت آمدید. یک روک که خانم سلن مرا در آغوش نگیرید که گریپ هستم. یکی گریپم نگذارد. آکا بیتول آکا خواهرکم جانم صدقه تو شوم در بین همگان این خیل اکا نگوی آخر میدونی کنعان دیوانه در اینجاست. میدونم اکا میدونم. نه آخر من عموما بسیار احتیاط هستم و حالا باشد یکی از دهانم برآمد. در اصل اکا گفته در بین آدمون داد گفتن میخواهم و اما من هم میخواهم بیتول من هم میخواهم نمیشود آخر. یک چیز پرسم تو با خانم و برادر باره اینها هیچ گپ زده ای؟ نه اکا تو خودت گفتی که به هیچ کس هیچ چیز نگویم. اما میدونی برای دانستن حق دارد. مرا کلان کرده به من مادری کرد. مگر نمیدونم با خدا که خدا از او راضی باشد اما کمتر صبر میکنیم بیتول. حالا یعنی مبرا فهمد به سیوال میگوید سیوال باشد به نمیک گوید نمیک باشد آخر در گرد و اطراف کنعان گشت و گذار میکند. به سرمون بلا میشود آخر. کمتر که دیگر انتظار شویم. راست نگویی. تو رو یافتم کن. دیگرش مهم نیست. عینا من باید به مسجد روم. میلش من هم به بیمارخانه رفته ایستادم. بیماری مرا انتظار است. خوب بیتول اون احمق سمی در اطرافت نمیگردد؟ احمق؟ یعنی احمق گفته نمودی پسر بد اخلاق گوییم؟ نه اکا نه او مرا هیچ ناراحت نمیکند. خیر نباشد خواهرم. تا بازدید. بچه ها ایستید کنید ایستید به محله آمدید. نه در اینجا من نباید نمودار شوم. من به این هم سراغش را به شما دادم. از این به بعد کار در گوده شماست. فهمیدید؟ اگه با دلپوری رفتن این کار رو بدتر حل میکنیم. کنی هنری شما رو یک بینم هیلتون رو بکار بریم. من رفتم. مرا گوش کن. اگر شکایت کنی خانم سلن رو زنده نمیگذاریم. ما به حبس میدرایم گفته خرسندی نکن. ما در بیرون آدمان زیاد داریم. فهمیدی؟ خوش کنی کبزم لوینت سردارم یگان گپ ندارم. لوینت این چه خیل گپ است؟ گبزن حادثه چه خیل شد؟ یگان حادثه نیست سردارم. من یگان شکایت ندارم. چی خیل شکایت نداری؟ مگر این آدمان تو رو ندوزیدن؟ نه سردارم مرا ندوزیدن. من خودم رفتم با کنعان معبد آمور کمتر صحبت کردیم. همش همین یگان جای ویمش نیست. اوی چی خیل نیست؟ مگر ما به خلاص کردن تو نرفتیم؟ تشکر زیاد سردارم. آمدید سلامت بشید اما آقای کنعان مرا ندوزید. در بین نافهمی شد. ای لوین مگر مرا مسخره میکنی؟ نه سردارم استغفرالله. در بین یگان جنایت نشده است. من یگان شکایت ندارم.
روزی دومونو. مایلش خداحافظ. استاد یک سوال دارم استاد. هجری هر دفعه سوال دارم گفته نهایی. میدونم که سوال میپرسی. آنها در آنجاست. غربی ها هجوم کنیم. ایست در نزد مسجد نمی شود. از پسش رفته در یکان جای مافی خوب لطو کوبش میکنیم. هر دویتان از پسش شوید. اکنون برو. شما از پسش شوید. استاد جان از این طرف رفته پیشگیرش میکنیم. رفتیم. جور چشما چی شد؟ چرا شکایت نکردی؟ تو مگر ترسیدی که تو رو میکشم؟ گوش کن آقای کنان، اگر با خانم سلین یگانچه شود این رو از تو میبینم و آن وقت هیچ کس تو رو از دستم خلاص کرده نمیتواند. این چهار چشمه چی میگوید؟ اکا من به این چهار چشمه گفتم که اگر شکایت کنی خانم سلین را زنده نمیگذاریم. با کار آمد. تو چی میگویی؟ اما یک چیز رو به شما گفتم اونم اکا این چهار چشمه در حقیقت خانم سلین رو دوست می‌داشته است. اگر چرا گفتنی باشی میدونید که او امتحان شده از راههای جهنمی عشق گذشت، یعنی خودش رو برای سودایش فدا کرد. حلالش باد. آفرین باد. ای تو چیکار کردی ها؟ چیکار کردی تو؟ در چشم خانم سلین مرا پس زدی. مرا در نزد خانم سلین سیاه کردی. این چهار چشمه را باشد قهرمان کردی. تفو خدا زند تو را. اکا در داخل از بالای تو شکایت نکند گفته، یعنی گپ زنم گفته. خاموش 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 شو ابله. مگر من آدمی بودم که به این حال گرفتار شوم؟ آدمی بودم که به این حال گرفتار شوم؟ نه این خیل نمی شود. کنان خواستش را میگیرد. او باشد بازی را ویران میکند. ویران. تو حالا میبینی خانم سلین، میبینی تو. برای این خیل نگاه نکن. نگاه نکن. درس عبرت میدیم. وای از اینجا گم شوید. باز دخانو بینیتون را نشکنم. آدم راست گفته است یعنی. این داملایی ساخته است. مگر این خیل داملا میشود هفتش رو می. تو چی ها گفته ایستاده ای؟ احمق. داملازمی این مرد بعد از این دیگر هیچ به اینجا نمیآید. شما هیچ خواتین میشم. آخه برادر من نمیفهمم. تو حالا اینقدر آدم را بیهوده جمع کرده ای. این داملای ساخته است ساخته. او هیچ کس را گوش نمیکند و او هیچ کس هم گپ زدن نمیتواند. شما چی میگی؟ او را هیچ کس قانع کردن نمیتواند. حالا میبینی. حالا میبینی که او را چقدر قانع میکنند. در حاضر میبینی. کنه هجوم کنید. بسم الله. من خالی استاد اول از کجا پیدا شد؟ کنی بگو تو رو کی روان کرد؟ با کی کار میکنی؟ با خدا داملا قسم میخورم که شخص ما رو فرماند و نامشو نگفت. خدا زند قسم میخورم با خدا که رو از اینجا. آی برادرم تو مگر دیوانه هستی؟ ای مگر برای ترساندن این آدم معرفیت چی لازم بود؟ تو دیوانه هستی مگر؟ در دین ما این راست نمی آید. آی در کجای؟ ای استاد خوب هستی؟ خوبم. این پرنوازو کی بودن داملا؟ من از کجا دانم؟ من در آنجاست. اینی خان داملای دیوانه کرده است. اینی کوکت است. رفته. داملای دیوانه این کاری
ماشین مردکشک زد. نه اون ماشین مردکشک رو زد. اون مرده باشه؟ اکی خلیل چیکار میکنی؟ بیا با بیمارخانه بریمش. بردار کنی همه کسه. گیری گوشش بردار. لابزور در کجای در حال واخوردنمون لازم در حال مایلش میایم بگو در کجا با مخبر مایلش اپا التیما زودتر رو گر. اپا کالتاکی الوسی ما خودش رو ایمام گرفته دختر این خانه را زیر دست کرده است. وای وای اپا جان ما رو نبیند که باز لطکوب میکنه. بیا به حجره من رویم بیا. اوه با تو حلال بود کالتاکی الوس. آفرین وای 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 وای. بذار اپا جان خانه فکرانه من اینجاست مرمم. اپای جمعه در امشب در اینجا خواب کن. بعد پگاه همراه کالتاکیلوس یکن خانه خوب میرویم تا. سلامت باش دودرکم. تو به کالتاکیلوس زنگ زن که بیاید. به خدا که بسیار یادش کردم. اپا جان گفتم که تو من گپ نزنم نمیشود. تو اینجا نشسته استراحت بکن من پگاه حل میکنم. خوب میلش. مرحمت بشید. مرحمت خانم. تشکر. مرحمت. تشکر. آخر خانم زهرا اینقدر خواطر نشوید. اینجا مکان بی خطر است. راحت باشید. دوملوزیو من به شما یک چیز رو گویم. اون آدم تا دمی که رسمی ساخته دیگر کس رو نشانه دهد من راحت بودن نمیتوانم. حالم رو ببینید. با دوملوی ساخته ازدواجی ساخته کردم. حامله‌داری ساختم. باز علاوه بر این از خفای رسمی ساختم هستم. به فکر شما مرا از برای ساخته کاریم حبس نمیکنه. خانم زهرا آرام باشید. هیچ کس شما رو از روی ساخته کاریتان به حبس نمیکشه. رسمم چی میشود؟ یعنی رسمی که از طرف شاهدان گفته و تصویر کرده شده است. شما خواطر نباشید. از رسمی میگفته او چیزی نمیشود. آخر در شبیه شما رو چقدر دیده توانسته است که هر چیزی رو زند به خوبی فهمانده نمیتواند. فهمیدید؟ اما شاهدی که من یافتم رس و پوره و اشکارا میفهماند. چی خیل یعنی اشکار مثلا چی خیل میفهماند؟ مرا چه خیر میفهمونه؟ یعنی هر به هر بلند انا چه خیر بیم این طور و اون طور با یکون چیز مانندی نداشته یکون چیز رو میفهمونه. گپ ندارم مگر من هم خیلی بیزی بسم مگر این خیلی میشود. یعنی شما یکی از زیباترین زنهای دیده من میباشید. خواهش میکنم. دو کس رو دیدم. یک تاش دستش بسته بود، دیگرش یک زن بود. زن رو خوب دیدم. مکالطه کمتر، قدش پست سبزی نه، مویش زرد، مویش حقیقی نیست رنگ کرده است، چشمونش سوراخ‌دار و بسیار پهن بود. ایباد حالا هم رسمش تیار نشده است. سردارم کمتر پس در میزتون می شود. گفتم اونم شاهدی نوامد. خیلی خوب. با همین واسطه در بین دو رسم مقایسه میکنیم. مایل سردارم. در خوش طرف راستش یک اشاره هست. حلالت بوده تمامی تفصیلاتش رو میدانه. آقا من چیزی رو که میبینم 1000 سال هم گذرد فراموش نمیکنم، حتی تو کوچکترین جزئیاتش. جان در کجایی؟ از خواطری تو قریب دلم تپید، یعنی در عین زمان همه گم شده ایستاده است. چرا خواطر شده یگون چیز شد؟ زورا جان برای خواطر شدن باید یگون حادثه شود. نه جانم یگون حادثه نشده است. عزیزم تو خوب هستی؟ من خوبم. چرا پرسیدی خوبم؟ نه آخر چی دونم کیم چقدر عجیب گپ میزنی. نه جانم چی عجیب شود؟ من باز یوگشت بزرگ دارم. با دوملاز یوگشت بزرگ داری؟ بله. خفا نشو لیکن با خودو کیم چخیل گپ زده ایستاده ای؟ اوه سیلین خیر میلش میبوسمت. بای سیلین.
زود رو حرکت های گوناگون نکنید باز هم دقت رو جلب کرده ایستاده از این گرفته نشه. کی بودن معلوم. ای ایستو. سردارم یعنی بیا یگان جای شکایت کردنش نیست. یک خیریتی بود می آوردی. تشکر به تو. سردارم لبه آن صورت در طرف چپ بودش رو با یک کس مانند کرده ایستادم. مانند اما یعنی بودن اون ناممکن است. حتی تصور کردنش ناممکن است. رفیق سردارم این به زهرای ما مانندی دارد ها؟ بله در دنیا هر انسان دوگانی که خود رو دارد و این دوگانی که زهرا است. بله خدایا توبه. زهرا در این کوچه تاریک چی کار میکنی؟ چی؟ مانند است ها؟ وای تو اون آدم رو اکنون زنگ زده بپرس که رسم رو چی کار کرده است. رفته فهمونده است. فهمیدن که در اون رسم من هستم مگر تو خواطر نیستی؟ آخر یگان جای خواطری ندارد. من خواطر نیستم. اگر چیزی میبود یزنه اونالتان کیها زنگ میزد. یعنی اگر در دوام 1-2 ساعت زنگ زند فهمید که چیزی هست. زنگ نزند پس یکون چیز نیست. تو دائما همین خیلی هستی. چی خیلی؟ خنک نظر. معلوم من باید با مسجد روم. خیلی میشود شما خانه روید من بعد میآیم. پیش خدمت حساب را بیارید. آیلا شوز. السلام اسماعیل. السلام علیکم. خوب هستی؟ خوش آمدید مرحمت. تشکر. اسماعیل من به ثبتای دین شب کرده کامera ها نظر کردم میتوانم. با دکان ما در آمدنی شدن. باز به شرف ها قلف ها رو هم کشادنی شدن. مایل شکر نگاه میکنیم. وای به شرف های اگر با پلیس خبر دید رویشان نمایان است. با پلیس خبر داده چی هم میشود؟ رویشان نمایان نیست. دیدید ماشین را میدزدند. کیست؟ بسیار دزد ماهر بوده است. درها را آزادانه گشاد. خیلی عجیب. زود به پلیس خبر میدیم. روی آنها خوب نمایان است. سلام علیکم. السلام علیکم بابویشو. استاد هاجری بپرس. استاد سرم یک سوال بسیار پریشان کرد. پرسم. البته که پریشان نکند بپرس. استاد معنی سر یک آدم رو به دیگر آدم انتقال داده میشده است مگر این کار جایز است؟ انا یا بوگی. استاد من میگویم که در روز محشر زبانمون خاموش ایستاده تمام اعضای بدنمون به گپ میدارد. معنی سر دو آدم آمیخته نمیشود. نمیشود اجری. سرم خدا همه چیز رو میبیند. مگر در چیزهایی که خدا میبیند آمیختگی میشود؟ خیر استاد دل یک آدم رو بعد وفاتش به دیگر کس میچسبانند آنگاه چی میشود؟ چی خیلی یعنی فرض میکنیم استاد یک انسان وفات میکنه دلش رو به دیگر انسان میچسبانند و این آدم زنده با دل آن آدمی وفات کرده گناه میکنه. آیا گناه این آدم به آن آدمی که مرده است میگذرد یا نمیگذرد؟ پس معلوم میشود که هجری قرض بدنم رو در این دنیا نگذاشتند. با چه خیلی آدم ها نگذاریم استاد؟ یعنی چی؟ با آدمون کلاغاوس بیفا؟ یعنی با آدمون بد گفتنی بودم اینجوری. فهمیدم استاد. خیر استاد با صاحب معنی سر گناه نوشته میشود؟ نمیشود. چرا؟ چون که گناه میکند بدن. از همین سبب ما باید سرمون رو خوب نگاه داریم، زیبا نگاه داریم. یعنی سرمون بسیار مهم است. سر مهم است هجری. فهمیدم استاد. سر یعنی سر بسیار مهم است. نه نمیخیل نویس. خدا از شما راضی باشه. خیر خدا از تو هم راضی باشد. دوملا بخشش زیاد. دوملا 2 دقیقه وقت داری؟ شوکت مناسبت من و تو علاقه با آخر رسیده است. تو چرا نمیفهمی؟ با چشمم ننمون. اما بسیار مسئله مهم است برادر. چیزی نباشد برادر. من دیگر با تو گپ ندارم. فهمیدی؟ تمام شد.
عشقی کفیدم آخر تو در کجا میگردی خدایا توبه با کلتکلوز گپ زدی апа ҷон имрӯз камтар асабонӣ буд гап задан натавонистам аммо ту хавотир нашав ман паго ҳал мекунам ахмақ маро гӯш кун агар маро овора карда ягон фикри дигар дошта бошӣ балоятро мебинӣ апа ҷон астағфирулло чӣ алоқа дорад гуфтам ку паго ҳал мекунам саломат бош ана ҳамин хел сару рӯятро ба тартиб дароро як ба сайру гашт равем инҷо ба дилам зад охир ба чашм апа ҷон галстук марост кунам ман омадам хуш омадӣ апай ҳале خوش آمدی بخیر است در این نیمی شب آمدی ای بابا جون اون مرا عصبانی کرد مگر باز جنگ کردی چی نه جنگ نکردیم رسمی اون زن بر اومده است اون از پس اون زنی با کالتا کلوز بوده شد بر اومده است برآوردند از ظهر از همه خنده‌آورش میدونی چیست چی دو شاهد بوده است هر دویشون دو رسمای گوناگون رو تصویر کردند یکی از این رسم‌ها خیر بعد از بین آن رسم‌ها است یکی از زن‌هایش بد مانندی داشته است خیر با زهرا مانندی داشته است چرا با زهرا مانند شود اونم دیوانه شده است آخر فکر کنید گویا که زهرا کلتکلوز را از طرف خانه گریزانده است خدا عمرت را دراز گرداند دخترم در این نیمی شب مرا بسیار خنداندی های عصبهایم ویران شدند زهرا فکر کن تو کلتکلوز را گریزانده ای تو یزنم حالا آن رسم را جستجو داشته است مرا پرسپوس میکند؟ سفسته نگو زهرا چرا تو رو پرسپوس کند آن زنی در رسم دیگر باشد در قیدها بوده است او را جستجو دارند شورک دبیا نخود جمعدگی دبیا نخود دبیا شام بخیر سوال جان مانده نباشی شام بخیر تو هم مانده نباشی نخودی جوش اومده چه خیلی به سودا رفته ایستاده است بسیار خوب به سودا رفته است مشتریان هم بسیار شدن کی بسیار خوب البته که خوب گفتم اونا اگر این خیلی دوام دهم و نزدیکی مشتریان هم باز هم زیاد میشوند این شب بدیدی سوال جان در نزد عربا هم سیلای مردم بود باور میکنی انشالله چشم نمیرسد آمین 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 بیا چای بنوش من باید به کار برگردم اما من به تو یک چی گرفتم یک توفه خردکک ما گیر عزیزم این چیست؟ دین شب سودای خوب شد با پلیان گفتم برای یک توفه خردکک گیرم گیر عزیزم لازم نبود چرا زحمت کشیدی؟ هیچ گپ ندارد عزیزم خواهش میکنم بسیار زیبا میدونستم که پسندت میاد من طبع ذوقت رو خوب میدونم نمک این جواهرات بسیار قیمت است این رو چه خیلی گرفتی آخر کارها بسیار خوب رفته استادم این شبم باشد بسیار خوب میشود دیدم خواست که با تو تحفه گیرم من اکنون روم مشتریان مرا انتظارند و تو برای کار من روم مایلش عزیزم جگر تا بخورم مایل من رفتم نخجورک دبیا نخدو جوش آمدگی دبیا نمک لب بای عزیزم تشکر زیاد نمی ارزد عزیزم برای کار تشکر عزیزم نخود شورک دبیا نخود جمعدگی دبیا یا نخود دبیا بچه کنی بینا بچه آخرش مندر کرده این راستی به توفای بسیار هم قیمت مانند است این رو چه گرفته است اپا شنیدی دین شب کارهایش بسیار خوب شده است برای همین گرفته است گوش کن من به تو یک چیز گویم در اینجا چی گپی هست حالا میبینی هوشیار میشم اپا این خیل نگویده آخر او با ناموسش با عرق جبینش کار کرده پول به دست آورده است چرا فکری بد میکنی اگر به طول میشد این خیل رفتار نمیکردید سوال جان من اپای تو هست به این آدم باور نکن میگویم بعد آخر بسیار گیره میکنی این خیل نیست اکنون راحت شدید خانم تا دمی که تو از حیاتی من برآمده نروی من راحت را نمیبینم فهمیدی کمتر دیگر من صبر کنید از من خلاص میشه آخر مگر به من یک ماه وقت نداده بودید البته وقت داده بودم پوره شدن اون یک ماه را انتظار خوب مایلش لبه بتون اکا موی زنکی که به من داده بودی نیفته ایستادم من بودا در دستی تو نباشد
نه اون شب من با تو داده بودم. یا خدای توبه ولی میدونم با من داده بودی و اما اون رو نیفته ایستادم. آرام شو جانم در همان جاست. اکا جان من اون رو چخیل گم کردم سالهاست تو اون رو پنهان کردی مگر چخیل میشود که من اون رو گم کنم. یافتم اکا یافتم بسیار خرسند شدم. لیکن آخر جزدانم رو چنان گفتم که آرام شو گفتم که در همان جاست. بازم نمیخیل میشود در پیش چشمت است اما اون رو دیده نمیتوانی. اما خموتیر نشو جوینده یابنده است. اکا من گمش کرده گفته بسیار ترسیدم تمام تا بازدید اکا جان شب خیر. مالش خیر من بناموزم. یک چیز پرسم لابا بیتل چی رو گم کرده است یافته است؟ مویزه نکش رو تو بازدید. این را جستجو داشتید؟ خانم زهرا در حقیقت بسیار سپاسگزارم. نمیارزد خواهش میکنم در ماشین افتید است. رحمت کلام تشکر. از دخترتون است؟ نه من آیله دور نیستم لیکن از خودم است. برای من بسیار گران است. بتول جان با کی گپ زده ایستاده بودی؟ با کی گپ زده ایستاده بودم مادر؟ من یک بیمار دارم. بیمارم پدر دارد با پدری او گپ زدم. اکا جان گفتی ها؟ بتول مگر اکات رو یافتی بود با من نمیگویی؟ چه علاقه دارد مادر؟ به شما گفتم که با کی گپ میزنم با پدر بیمارم. اگر این خیل باشد مگر من به شما نمیگویم؟ البته که با من میگویی ها؟ البته که میگویم. یعنی البته چون تو اکا جان گفتی من این خیل گمان کردم بتول جان. نه چه خیلی که گفتم اکای بیمارم. نه پدرش مانندی اکام هست. من امروز بسیار مونده شدم به حجرم رفته لباسایم بپوشم. خیر مادر جان من دستایم را شسته به کمکت میآیم. مایلش جان آی اپا جان خاموش ها مرا خدا زند که تو رو بردم. اپا جان خاموش ها اپا کلتکیلس نگو اپا جان با من نگاه بکن ماما. اپا جان کلتکیلس نگو دامولوزیا بگو دامولوزیا. اپا جان از برای خدا التماس خاموش ها در زبان مرو خبکر زنوب بگی اپا جان سهر او رو میبینی بیا به خانه درو التماس بیا به خانه درو سهر میبینی. اپا جان التماس ساعت 12 شد مردم خوبه بدرو خوب کن با پرسر گرم بزنی. من درو کنه بیزار دامولوزیا شد آی شوکت چی گپ است؟ چی داد و فخون داری؟ همه را بیدار کردی چی گپ است؟ من داد نزدم گپ ندارم برادر مگر اوضاع من همه خیلی بلند است. وضعیت بسیار بد است برادر. شوکت وضعیت رو نشان میدیم کدام وقتی که یگان چیز گویم بسرم بلا میشوی. برادر این مراسم ما رو گوش کن. خاموش شو شوکت خاموش بغیر از بلا بگر بسرم هیچ چیز نمیاری. با خدا که این مراسم برادر من یگان گناه نکردم. مگر از اپای جمیلت میگویی که اینجا بیا؟ اپای جمیله؟ برادر خبر داری؟ سقراط هیکلی که سالهای دراز از قفویش بود ربوده است. اکا این ناممکن است. آن آثارخانه بسیار خوب حفظ کرده می شود. اما برای کالتاکالوس یگان مشکلی نیست. کالتاکالوس؟ سقراط هیکل را با واسطه کالتاکالوس سازی کرده است. همه همین خیل میگویند. سقراط هیچگاه پیشمو نمیخورد. اکنون در برش کالتاکالوس است. کالتاکالوس یک را دامولوزیا ها وای با همین واسطه با این قصد خودت را داخل کردی ها؟ آی تو هوشیار دامولوزیا این چی است؟ این چی لباس است ها؟ تو چی در جنت زندگی داری؟ ما باشیم جایی خواب نداریم به وفات تو یا پای جمیله تو از کجا بر آمدی؟ تو این رو از من میپرسی؟ به جای این مگر خوش آمدی نمیگویی پای جمیله؟ نه یعنی البته که خوش آمدی. من چون ناگهان دیدم در حیرت افتادم. ای بسیار یاد کردم بیاد کنی تو رو یک آغوش گیرم کالتاکالوس بیا
اپای جمیله خفه نشو و در اینجا موندن نمیتوانی. اما من وعده میدیم که با تو جای تامین میکنم. وعده میدیم، یعنی این کار رو حل میکنم. تو این دختری بوی رو از کجا یافتی؟ او رو فریب کردی ها؟ باز من پرسیده ایستادم چون کلتا کلاس خواهد همه را فریب کرده میتواند همین خیلی نیه؟ نه اپا جان این کار خیلی نیست. اپا جان که باز کمتر پس گردن کلتا کلاس هم نگو التماس. شمش رو میدونم فهمیدم. شوکت زبانت رو میبرم احمد. بسیار عیب است عیب. تو اکنون دوملوزیو هستی کمتر و خیر به گپایم اهمیت میدی ها؟ کنه تو با من بیو. خفه نشم و این چی گپ هستم؟ خفه نشم. شوکت این شب رو اینجا گذراند. پگاه سحری اپای جمیله رو گرفته و برای این کار رو حل بکن که قسم با خدا و با کتابم تو را نابود میکنم. چخیل حل کنم ای؟ حل بکن. گپ نیست برادر. اپا جان من با مسجد میروم. مالش تا بازدید. پر شوکت. خدا قبول کنه برادر. این با کجا رفت؟ با مسجد میرود وقتی نماز شد. از راستی به مسجد رفت؟ البته 5 وقت نماز میخواند. بیا رفتیم. نرس به من. بیا اپا با درون درویم گرگ نکن. سرم درد دارد سرم. اپا جان مرحمت کرده دارد. یک داروی سیترامون میتیم ساز میشه. رحمت برادر. سلامت باش. خدا برکت چه. تشکر زیاد برادر. خوش آمدید. بچه‌ها خزت میرویم. خوش آمدید. خوش آمدید. این نمک تیلاق با کدام رو با من زنگ میزند حد شرف. اکا اگر خواهی من او رو رفتن خوب لطو کوب کنم دیگر به شما زنگ نزنم. انا اکنون با من زنگ زده ایستاده است. لبای نمیک. در کجایید؟ در جایمون. فهما با اکای کانونی خبری مهم را گفتن میخوام. زود گوشک را با اوده. اکا نمیک شما رو میپرسد. بسیار مسئله مهم است میگوید. گپ زدن میخواهید؟ با این تلفن زنگ میزند. اینا؟ خب. اکنون شد؟ شد اکا. پت دارد موجش گم شد چی؟ الو اکای کانون خاموش کرد. این خیلی نمیشود این خبر رو چخیل به او رسانم. حتما رفته این رو با او میگویم. حاضر عربا چاو رو ندادم با استاد بپرس اجری. استاد یک سوال دارم. اجری سوال دارم نگو. من خودم به همین هم از آمدنت میفهمم که سوال داری یا نه. حتی من تو رو راست همچین سوال میبینم. استاد گپتون تمام شده باشد پرسم. این رو بین باز گپ میزن. بپرس اجری تمام شد. استاد انا اگر یک رفیقم روزدار باشد و فراموش کرده یگان چیز خورد من باشم او رو آگاه نکنم روزه من ویران میشود. چی خیلی یعنی؟ استاد روزه من میشکنه. پسرم رفیقت فراموش کرده خورده است. با تو چی میشه؟ نمیدونم استاد. آخه هجری من همین رو نفهمیدم. تو فراموش نکرده اون کس فراموش کرده است. با تو چی میشه؟ اما من میدونم که او فراموش کرده است. هجری تو مگر یگون بار فراموش کرده یگون چیز خورده ای؟ نه استاد. هنگام خوردن روزدار بودن تو با یاد آوردی؟ نه. یگون چیز خوردی مگر؟ نه. آن وقت روزدار بودی؟ نه. هجری پس از فراموش کردن برادرت از خوردنش هم تو مسئول نمیشوی. روزه هر دوتون هم ویران نمیشود. همین خلگوی دوستان فهمیدم. خدا از شما راضی باشد استاد. تو چی رو فهمیدی؟ در آخر سر ما رو هم بسیار مخته کردی. اکای کانون نازی سولی تینجی سلامتی سوزای. اکای کانون تایلاق تو در اینجا چی میکنی؟ برو از اینجا. اکا کاتاکلاس رو یافتم. چی؟ با فرمان سقراط او هیکل رو از آسرخانه دزدیده است. و شما زنگ زدم شما جواب ندادید. مجبور شدم عربام رو پرتویم بعد از شما دویده بیایم. خیر من رفتم باز عربام رو ندادم. مالش خیر مالش. و این چی گفت؟
تو کیستی؟ من صاحبین قصر هستم. شما کیستید؟ من اپای داملازیو هستم. چی؟ من نامی من جمیله است. خانم مرحمت. تشکر. من نمیدانستم که داملازیا اپایی دارد. شاد شدم. من اکرم. من هم بسیار شاد شدم. گفته بودم که جمیله هستم. شما یعنی حالا خسوری داملازیو میشوید؟ نه این خیلی نه. زهرا دخترم نیست، نبیرم است. چی؟ بیایید مونده. ای والله بالله که باور نمی کنم. شما خیلی جوان می نمایید. ای شما نباید بابا باشه. شیر برای نسید ماشالله. تشکر برای توجهتون. در پدر مالت بیادوری رنگی عجینه یک وقت اینجا یک وقت اینجا. آقای اکرم مرا ببخشید. در حقیقت از شما عذر میخوام اولیا حضرت. اپای جمیله یک اپای کونه ماست. امشب در حجره من مهمان شده بود. من گفتم به هر کجا نبرو که اینجا برآمدن ممکن نیست. بخشش که شما را غم داده است. بسیار عیب شد. بسیار عیب. اپای داملازیا چی؟ در حجره تو میماند ها؟ کی اپاش بله اپای داملازیا خدا بگیره بیرون. شوکت خانم جمیله اکنون مهمان من هستند. در خانه ما میماند. چی مهمان شما است؟ در خانه شما میماند؟ آقای اکرم بسیار خوش هستید. من سوختن خانم را با آقای اکرم فهماندم. بله راست میگه. شوکت با زبانت لال شد. چی گفتن میخوای؟ هرچی میگه راست میگه. خانم جمیله چقدر که خواهند در خانه ما مانده میتوانند. خویش یگانه دامادم را در بیرون نمیگذارد. آقای اکرم شما بسیار مهربونید. من بعضی اشیاءهایم را باید گیرم. امروز نیو چی پگاه اویم می شود؟ نمی شودش چیز خانم؟ البته که می شود. شوکت برای آوردن جامدانتان کمک می کند. باز یک چیزی دیگر گویم. مرحمت. در اینجا بودنم رو به داملازیو نگفتم. سورپریز کردن میخواستم. در بینمون پنهانی ماند. من هم مشتاق سورپریز هستم خانم. در بینمون ماند و هیچ کس نمیگوییم. مولا حضرت میگم سازی؟
اگر خواهشم را رد نکنید به شما باغمان را نشان دهم. زحمت نشود. خواهش میکنم. مایلش با جون دل. مرحمت. مرحمت. به نزدیکی توی میخوریم. شبقدر رود سیاه شد. من این رو با کالتکیلس چخیل میفهمم. ابتای جمیل از کجا بر اومدی ها؟ مگر همین وقتی بود که تو پیدا شویه بیرا. سقراط، تو با من کالتکیلس را میدهی. این برای من مسئله حیات و ممات است. مرا گوش کن کنعانی دیوانه. تو را دوست داشتنم را میدانی. به حسیات و غضبت احترام میگذارم، اما من اصلا با حسیاتم حرکت نمی کنم. سقراط، گب را تاب نده. با من آشکارا گپ زن. مانند کالتکیلس یک شخصی کار چلان را به تو نمیدیم. من با او باز کارهای زیادی را به انجام میرسونم. سقراط فیلسوف چی گفته است میدونی؟ چی گفته است؟ تنها آدمانی تنبل نه، شخصانی بسیار قابلیتناک هم راه گم میزنند. در این حیات از همه چیزی بد میدیدگیم راه گم زدن است. از همین سبب با کالتکیلس از این هم دیده کارهای کلان را به انجام رساندن میخواهم. آخرین سخنت همین است؟ عیناً همین. بسیار خوب. نباشد ما با تو بسیار وا میخوریم. هر لحظه تو را انتظارم. درم برایت همیشه گشاده است. خیر بعد میپرسم. خوش آمدی باجم. چکی خواب برم. اوه متخصصی کالتکیلس سرکمیسرمان تشریف آوردند. جناب خوش آمدید. با خود شادی و سرور آوردید. گوش کن نونل. تا امروز خوب و بد چیزی بود گذشت، اما بس است. تو از برای کالتکیلس عقلت را گم کرده ایستاده ای او نه؟ زنی که با گناه کالتکیلس شریک است به زورا مانند کرده ای؟ این چی رزالت است؟ نه آقا، مگر این خیرکار می شود؟ یعنی زهرا با او هیچ مانندی ندارد. در اصل چون از اینجا نگریم کمتر مانندی دارد، اما یعنی انسان ها جفت آفریده شدن. میگویند که یعنی کمی مانند. بس از خاموش شو. بس از خاموش شو. من گپم را گفتم، دوامش را تو فکر بکن. لبای سردارم، یک مرد درباره کالتکیلس بسیار خبری مهمه به ما داد. چی خبر؟ هنگام دزدن ماشین کامراها ثبت کردند. در برش یک زن بوده است. چی؟ یک زن؟ انی او کالتکیلس است. اون ثبت را گرفت. من در حال میآیم. اطاعت سردارم. چی شد؟ با اجازت شما من باید زود روم. کار تجلی است. نه یک دقیقه با کجا میروی؟ نه
Амал исто ба ҳеҷ куҷо намеравӣ. Ту чӣ кор карда истодаӣ? Чӣ шуд ҳале? ба ҳеҷ куҷо намеравӣ Унал? охир ишқам, ҳаётам, яктоям. чун тамоми умедам аз даст рафт, ин саб ба миён омад. ман бояд ки будани он занро бифаҳмам. аз рӯи он зан ман бояд калтакеласро дастгир кунам, мефаҳмӣ? ҳоло ҳам боварам намеояд. ҳоло ҳам калтакелос мегӯӣ, маро девона мекунӣ. охир рафтани ту чӣ лозим аст? полисои зери амри ту буда рафта он сабтро гирифта метавонанд. ту чаро меравӣ? занакҷонам, азизам, он сабтро бояд ман бинам, он занро бояд ман ёбам. агар он занро ёбам, калтакеласро дастгир мекунам, мефаҳмӣ? ҳале, бигзор равад, равад. иншолло ки ба хайр аст. лабай зӯро. калтакилас ба ман кӯмак кун. чӣ шуд? дар ҷое ки ту мошинро дуздидӣ, камераҳои як дӯкон маро сабт кардааст. ҳоло бошад полис ба гирифтани он сабто ба он ҷо рафта истодааст. яфам ман тамом афт шудам. чӣ кор мекунем? тамом зӯҳро, лутфан камтар ором бош. ҳамашро мефаҳманд. маро ҳабс мекунанд, бобоям нобуд мешавад. зӯҳро гӯш кун, ором шав мегӯям. ҳеҷ чиз намешавад, фаҳмидӣ? туро ба дасти онҳо намедиҳам, ба ту ваъда медиҳам. ором шав. язнам ба назди мошинаш рафта истодам. зӯҳро, ҳар кор карда унаро машғул бикун. ба ман камтар вақт лозим аст, фаҳмидӣ? чӣ кунам? ягон кор карда ӯро машғул бикун, майлаш, ман омада истодам. калтакелас ҳамаашро ба хотир дорам.